نیره عسگری با نام هنری فیروزه، متولد 22 خرداد 1327 در تهران، خواننده کوچه بازاری که با آهنگ اشک شوق پا به عرصه موسیقی گذاشت. فیروزه به خاطر ازدواج اولش مجبور شد سالها از دنیای موسیقی دور بشه که بعد از طلاقش دوباره با حمایت محستی به دنیای موسیقی برگشت و تونست با خوندن ترانه‌های بیشتر معروفتر بشه. اما چیزی که اسم فیروزه رو بر سر زبونها انداخت هنر اون نبود، بلکه دلیل اصلی اون خبر ازدواج فیروزه با کوروش ناظمیان، همسر سابق محستی بود که به فیروزه شهرت دوباره داد. ولی اینکه چی شد فیروزه، دوست صمیمی محستی، باعث جدایی محستی و همسرش شد و با اون ازدواج کرد رو همه در ویدیو زندگی نامه فیروزه داخل کانال براتون گذاشتم که میتونید تماشا کنید.